سلام به فالوورای خوبم. امروز سیر تازه گرفتیم. ما رشت هستیم و فصل سیر تازه است و همسر جان در حال تمیز کردن و پاک کردن سیر هستن. میخوام براتون توضیح بده که چرا داره این سیر رو اینجوری تمیز میکنه و به این شکل یه مقدار گذاشته بمونه این دمش. خب به همین دلیل که میخواستم اینا رو تمیز کنم و اینا رو با وریس ببندم و زیر بارون نباید باشه، توی آفتاب نباید بذارید، حتما باید تو سایه باشه، خوش بشه. اگر میبینی مثلا کر میزنه باید یه خود فلفل سیاه بهش اضافه کنید. آفرین. جلوگیری میکنه از کم خوردن. بعد اینا رو میبندی؟ گفتی با چی میبندی اینا رو؟ اینا رو یه ریسمانی هست که به زبان گیلکی بهش میگن ویریس، از کاه درست میشه. خب زمانهای قدیم مثلا مادرت اینا همین کار انجام میدادن. اونا خودشون ویریس رو درست میکردن. چجوری؟ با کاه دیگه که بهش میگفتن کلوش. چقدر جالب. برنجه. به خاطر برنج. چقدر جالب. مرسی عزیزم.